سلام بیننده گرامی، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومن احمدی تقدیم میکنم. امروز 26 سپتامبر است. نگاه به چند موضوع برنامه. زندگی ساکنان واروخ پس از مناقشه خونین و ترس و نگرانی آنها از آینده نامعلوم در مرز تاجیکستان با قرقیزستان. در میان مرگ و زندگی، صلح در شب به دنیا آمد که دهه‌شان تیرباران میشد. با امیدی که جنگ را نبیند صلح نامش نهادند. عادیول از چیروقچی وقتی تلفن کتی بیچاره دخترها و خدا عمرش برکت یا یک عذابی که تولد کنه هارم. مرگ دختری که به خاطر بدحجابی بازداشت شده بود خشم ایرانیان را به بار آورد. هنگام سرکوب اعتراض 10 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. ساکنان دهه سامانیان در جماعت چارکوی اسفره هممرز با بادکند قرقیزستان گفتند که امروز 26 سپتامبر بر اثر ضربه موشکی یک نفر زخمی شده است. خدمات مرزبانی قرقیزستان شب 25 سپتامبر وضع را در سرحد با تاجیکستان معتدل ارزیابی کرده بود، ولی درباره حادثه روز دوشنبه هنوز چیزی نگفته است. سه همصحبت رادیو آزادی در دهه سامانیان گفتند موشک‌ها ساعت 10 روز دوشنبه افتادند. یکی از آنها گفت فرزند آموزگار عالمجان عاریپوف زخمی شد و او را به شفاخانه بردند. حادثه پس از آن روی داد که تاجیکستان و قرقیزستان روز 25 سپتامبر سند قطع مناقشه را در مرز امضا کرده برای برداشتن 8 پاسگاه مرزی از دو طرف راضی شدند. و ساکنان جماعت واروخ هم مرز با قرقیزستان در مناقشه نه فقط شاهد جنگ و خسارات شدند، بلکه چندین روز از خانه بیرون آمدن نتوانستند. حالا نیز مردم میگوید با ترس و بیم از بین دهه قرقیز تباران میگذرند. فرزان محمدی خبرنگار رادیو آزادی یکی از اولین روزنامه‌نگاری بود که بعد مناقشه مرگبار به جماعت واروخ سفر کرد. در درآمدگاه جماعت واروخ قرار دارم. شاهدان میگن روز 16 سپتامبر مناقشه مسلحانه بین نظامیان دو کشور هستند در همین منطقه رخ داده است. آینه ها و دیوارهای شکسته خانه و مغازه های اطراف آن دلالت از آن حادثه میکند. راه از دهه خواجه علای جماعت چارکوه تا جماعت واروخ حدوداً 5 کیلومتر است. هرچند در روز مناقشه و بعد آن رسما راه بین دهه قرقیزتبار آقسای بسته نبود، ولی ساکنان میگن برای احتیاط خود و نزدیکان نمیتوانستند از این راه گذرند. فراغت جمشید و در محله زندگی میکند که با دهه قرقیزتباران همسایه است. و میگوید چندین روز نتوانست به حولیش بیاید چون که اطراف خانه‌اش را نظامیان دو جانب احاطه کرده بودند. یک هفته است که نمودیم وای آنمو همسایه های گفتیم گفتن که او دیوار رقم سولدتا نموندن بودن که نداره اولاد وزمین گفتن منو که همه تا باید که تنج گفت اومده خبر گرم گفت اینجا همه شکستگی بود. در بینم که تا جاموند که یک جوون بود و در ننده شکستگی جوونی کلونی کلیم بود. وای اوباره همه تا بایم در موندم جوش بیو با این در نومد شم تا قولک کرد قلبش کشود موندم که یک سرپناه کار خدا خیریت بالاهای هم بینم همه تیر بارو خدا نگه دارد. اگر همونجی بینم پری تیر. اساساً ساکنان محله تاجیکان جماعت آسیب دیدند. ساکنانش خانه و در خود را گذاشته به حوله پیوندانش گریختند. من هم خانی پاییننده بدن تیر فرانیش من مشاهده کردم. خانی من همین خیلی ضرر دید که من تمام شما شاهدی زنده منم شیفرو نیست. تنکای زدگی. اگه خودنی خانه من تیر گذاشتگی. این خانواده گریختند یا بعدی تیر اندازه گریختند. شتن نیم امکان نبود شتن. در مناقشه اخیری مرزی در محله تاجیکان جماعت واروخ چندین حوله های تخریب شده و سوختند که صاحبانشان در مهاجرت مهنتی قرار دارند. این حوله ها را یک جوی و یا یک کوچه از دهه قرقیزتباران جدا میکند و به گفته ساکنان اینجا آن روز این منطقه قصداً مورد هدف قرار گرفته است. ساکنان میگویند چندین روز مال و کالا نیز از مرکز به این منطقه نمی آمد و آدمان ذخیره های خود را استفاده می کردند. هرچند مقامات درباره کشته شدگان این منطقه رسما اطلاع نمیدهند و گفته شاهدان 2 نفر از واروخ به هلاکت رسیدند. یکی ساکن محله نزد سرحدی پیرو شاه حسنوف و دیگری مراجان یوسفوف ساکن 58 ساله و کارمند وزارت کارهای داخلی بوده است. پدرم
در امون همین دیه کار میکردن. سرجان بود زبانشون. روز چهارشنبه بار یکم که همین نوخوشی سر زد رفتگی بودن جای کاربا بعد همون دیگه خونه برنگشتن. روز جمعه بعد از عبید همیشه فلاکت رخ داد. از همین طرف چپشون سنایپر کی زدگی. در درگیری‌های 14-17 سپتامبر امسال از دو طرف ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم می‌کنند. مناقشه در مرزی تاجیکستان و قرقیزستان جان ده‌ها نفر را بود در شبی که به دهه‌های مرزی تیر می‌بارید و در میان مرگ و زندگی در یک خانواده ساکنی چارکو طفل به دنیا آمد. به خاطر که دیگر جنگ تکرار نشود طفل را صلحیه نام گذاشتند. همکارم طاهری سفر در این باره گزارش دارد. بچه‌م نجات یافتن و کلینده من. این طفل شب 16 سپتامبر به دنیا آمد. شبی که محله چشمسار جماعت چارکو در اسفره تیر باران میشد او را صلحیه نام گذاشتند با امید که دیگر جنگ را نبیند. همون شب شیشته بودیم به خبر جنگ دم خواهرم زنگ زد که همین خیلی وضعیت بیزه بود به تولد میکردگی به فر موشن جانم خطر بموننده فرش دنم به فر آمدم همینجا با سیکین اوچشون پیش و پیش را رفتن که اگونجا به نزنه جو بو به نظر روید گفته به فر بانیسه بردیم بانیسه نایمان با بردیم سوید نیست یک عذاب اوینه بانیسه به عدیول زدیم که چراغچه نشد و مینمیوت گرانتی میوت تعبول و زاسوس مو بیخبر آخه نمیدونیم آخه من یکون چیز را نمیرم. خانواده صلحیه میگویند که آن شب در تخانه پنهان شدند و امید داشتند تیراندازی قطع می شود ولی تا روزی 17 سپتامبر ادامه کرد. این خرابی ها آثار تیراندازی های همون شب است که صلحیه با مادرش جان به سلامت بردند. آن روز نه هر کس امکانی از ده بیرون شدن را داشت. ساعت 9 شد برامدن نمیتونم برایم تیر پاریسا تک تک دیوار 4 نبیره گرفته رفتیم و یعنی ها به 1000 رحمت همین سعادت و یعنی به 1000 بارها رحمت که هموها 4 تا نبیره من گرفته دنی ماشینه به تقه که خودم شهر به برده 4 تا نبیره هم که تیپه وضعیت گنده بیزه بود همیخه تیر زد که تک تک همین 4 نبیره که تک تک دیوار چقدر گرفته که یگان انسان نیست. مناقشه روزی 14 تا 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان رشته عمری ده‌ها نفر را برید. در میان صدای ماتم از خانواده‌های قربانیان گریه صلحیه امید به زندگی را در این خانواده بیشتر کرده است. در ایران اعتراض و درگیری ها میان تظاهرگران و نیروهای امنیتی به خاطر مرگ مهسا امینی شدیدتر می شود. در این کشور ده‌ها کس کشته و صدها نفر زخمی و بازداشت شدند. برخی از وکیلان آمریکایی از شجاعت و مبارزه زنان ایرانی برای حفظ حقوق خود در برابر بیرحمی ها ستایش کردند. گزارش صدای آمریکا را میرزا نبی خالقزاد تقدیم می کند. اعتراضات در 31 شهر و ولایت ایران ادامه دارند. در این نوار از تلفن همراه دیده می شود که پلیس ایران به سمت تظاهرگران تیر می اندازد. حادثه شب چهارشنبه رخ داده است. اعتراضات روز 16 سپتامبر بعد مرگ مهسا امینی 22 ساله شروع شد. او را برای نادرست پوشیدن حجاب پلیس دستگیر کرد. منبع‌های رسمی شمار کشته شده ها را 41 نفر گفتند. اما حامیان حقوق میگویند تعداد آنها بیشتر است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت زوراوری یک نشانه جمهوری مردسالار ایران است. میدانید مرگ زن 22 ساله از جانب پلیس اخلاق یک نمونه آن است که در ایران حقوق انسان اهمیت ندارد و زنان ایرانی نمیتوانند از حقوق خود در جامعه بهره برند. این بدان معناست که شما پول را نه برای تامین اهالی بلکه برای مسلح کردن گروه‌های صرف میکنید که عملهای تروریستی انجام میدهند.
به نشان اعتراض به مرگ مهسا امینی، زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نوارهای نشر کردند که در آن موی خود را قیچی می‌زنند. این نوار را فایز افغان در توییتر نشر کرده است. کشته میشن برای آزادی. نصیبه شمسایی، فعال حقوق زن ایرانی در نزد کنسولگری ایران در استانبول، با شعار آزادی موی خود را برید. طبق قانون‌های جمهوری اسلامی ایران، زنان باید در جای‌های جمعیتی موی‌های خود را نمایش ندهند. ابراهیم رئیسی، پرزیدنت ایران، در جلسه سازمان ملل متحد گفت از حقوق شهروندان خود حمایت می‌کند. ولی رابرت مندس، وکیل مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید این یک واقعیت عادی است. مهسا امینی باید زنده میماند. یگانه سبب مرگ او شکنجه بیرحمانه پلیس به نام اخلاق است. آنگونه که میبینیم سرکوب و بیرحمی را حکومت ایران علیه شهروندان خود ادامه میدهد. سناتور راب پورتمان اظهارات جو بایدن را در مجمع سازمان ملل متحد شرح داد که گفت دیپلماتیا بهترین راه برخورد با تهران است. به فکر من کلید اصلی آن است که تمام کشورهای دیگری آزاد با ما همراه شوند. با این راه نه تنها کشورهای خاور میانه که اکثریت از وضع در ایران سلاحی هسته‌ای و پهن کردن تروریسم در تمام منطقه نگران هستند، همه باید متحد شوند. در حال حاضر توجه جهانیان به اعتراضهای ایران از جمله در نیویورک نگرانیده شده است. اعتراضهایی که بر اثر مرگ مهسا امینی سر زد. تهران میگوید او از سکته قلب فوتید، ولی خانواده‌اش به این ادعا باور ندارند. و خبری از جنوب تاجیکستان، در ناحیه بلجوان پس از سالها استخراج نفت را دیگر بار سر گرفتند. در زمان شوروی از این منطقه هزاران تن نفت و گاز استخراج می‌کردند. حالا کانهای نفتی گاز بلجوان در کدام وضع قرار دارند؟ همکارم محمود جان رحمتزاده به بلجوان سفر کرد و این گزارش را تهیه نمود. تجهیزات نفت براری در بلجوان دوباره به چرخش درآمد، ولی در مقایسه با دوران شوروی نفت کم استحصال می‌کند. در حکومت بلجوان میگویند زمین‌های منطقه از نفت و گاز سرشار است. همزمان اعتراف میکنند که با فناوری‌های کهنه و فرسوده نفت کشی و کارکرد آن مشکل است. سالهای شوروی بود که تو بازار کمتر سال بعد استفاده و انتقال میکنند، لیکن متاسفانه این وقت انتقال نمیکنند. انتقال نیست، نفت استحصال میکنند، او طلبات ضروری نیست. و چه خاطر که چوبایی که بود چوبای استفاده بوده گشتند، بعضی چوبا از دیگر فرما کردن در کلاس است، کاربری دیگر کرده است. تکنولوژی خونش دیگر است. حالا در این ناحیه بلجوان گاز و شرکت حسن کمپانیا با کارکرد نفت و گاز مشغولند. بلجوان گاز اداره دولتی است. حسن کمپانیا شرکت خصوصی است. مسئولین حکومت میگویند بعد کم شدن گاز و نفت در چاه‌ها، حسن کمپانیا از مالیات 1,200,000 سومانی قرضدار شده است. متاسفانه از بی‌فعالیتش که تمام عملیاتی نداره، از همین صبح معامله پرداخت کردن امکانیت نداره. این وقتی امکانات شید سازشنامه شیعه نفت گاز خود موقتی علاقه پرداخت امروزها سرشنگرمی گذشته. با گفته مسئولان آنها دقیق کرده اند که حالا هم در بلجوان گاز و نفت زیادی هست. ذخیره نفت هست، ذخیره گاز هست. فقط پرما کردن، چکورتا پرما کردن زیاده از 6,000 متر، یعنی 6 کیلومتر. ناحیه بلجوان در جنوب تاجیکستان جایگیر است و منطقه کوهی است. در گذشته ناحیه خوالینگ و واسه و کولاب را به گاز طبیعی تامین میکرد. حالا حکومت بلجوان باور دارد که با پرما کردن چاه‌ها و آوردن فناوری‌های معاصر دوباره نفت و گاز بیشتر میبرارند و کمبودی سوزشواری را در کشور جبران خواهد کرد، ولی معلوم نیست کی. و برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. خبر و عکس و ویدیوهای بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر رادیو آزادی پیدا کنید. هر لحظه خبرهای ما نو میشوند و به صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی سر زنید. خدا نگهدار.